3 بار شکست خورد. اما این بار زمین نبود، پله بود. میگویند بعضی شکست‌ها فقط پولت را نمیبرند، صدایت را هم میگیرند. جوری که مدتی نمیخواهی با کسی حرف بزنی، حتی با خودت. نگاهت را از آینه میدزدی، جواب تلفن‌ها را نمیدهی. از سؤالهای ساده فرار میکنی و بیشتر از همه از جمله‌ای که در ذهنت تکرار میشود. شاید من به اندازه کافی خوب نیستم. اما کمتر کسی میگوید همان جایی که غرورت خرد میشود، همان جا شخصیتت ساخته میشود. در همان لحظه‌ای که زمین زیر پایت خالی میشود، چیزی در درونت تصمیم میگیرد. یا بماند و فرو بریزد، یا بسازد و بالا بیاید. این حکایت مردی است که 3 بار زمین خورد و هر بار تکه‌ای از خودش را جا گذاشت. اما بار آخر از همان تکه‌ها پلی ساخت برای بالا رفتن. نامش آرش بود. آرش در روستایی بزرگ شد که بیشتر مردمش یا کشاورز بودند یا کارگر فصلی. صبح‌ها بوی خاک نم خورده در هوا می‌پیچید. عصرها صدای موتور پمپ‌های آب از زمین‌ها بلند بود. زندگی ساده بود، اما سخت. پدرش مردی کم حرف با دست‌هایی ترک خورده بود. دست‌هایی که همیشه بوی خاک و آفتاب می‌داد. مادرش زنی صبور که همیشه می‌گفت زندگی اگر سخت نباشد قدرش را نمی‌فهمی. آرش از کودکی به سقف کوتاه خانه‌شان نگاه می‌کرد و حس می‌کرد جایش بزرگتر از این دیوارهاست. نه از روی غرور، از روی میل به ساختن، از روی اینکه نمی‌خواست فقط تکرار کند، می‌خواست اضافه کند. اولین شکست از روی شوق شروع شد. 27 ساله بود که با پسنداز چند سال کارگری تصمیم گرفت کارگاه تولید عسل راه بیاندازد. چند کندو خرید، زمینی اجاره کرد، تابلوی کوچکی زد، عسل طبیعی آرش. روز افتتاح آفتاب ملایمی میتابید. پدرش لبخند زد. مادرش زیر لب دعا خواند. آرش میان کندوها ایستاده بود و حس می‌کرد بالاخره قدم اول را برداشته. اما طبیعت با رؤیاها قرارداد امضا نمی‌کند. آن سال سرمایه دیررس آمد. گل‌ها یخ زدند. زنبورها کم شدند. محصول نصف شد. هزینه‌ها بالا رفت. قسط کندوها ماند. کارگرها حقوق می‌خواستند. شب‌هایی بود که کنار کندوها می‌ایستاد و به صدای ضعیف زنبورها گوش می‌داد. احساس می‌کرد رؤیایش هم همانقدر ضعیف شده. 3 ماه بعد حسابها قرمز شد. 6 ماه بعد کارگاه تعطیل شد. وقتی تابلو پایین آمد، آرش به آن نگاه نکرد. اگار اگر نگاه می‌کرد، باید اعتراف می‌کرد تمام شده. در روستا حرفها شروع شد. جوان خام بود. فکر کرد می‌تواند یک شبه پولدار شود. کشاورزی پدرش را ادامه می‌داد. بهتر بود. این شکست فقط مالی نبود. غرورش را خراش داد. هر بار از کنار آن زمین رد می‌شد، حس می‌کرد چیزی از خودش جا مانده. اما هنوز امید داشت. می‌گفت اشتباه محاسبه بود، نه اشتباه رؤیا. دومین اشتباه با احتیاط جلو رفت. به شهر رفت. دوستی قدیمی پیشنهاد شراکت داد. شرکت پخش مواد غذایی. این بار قرارداد رسمی نوشتند، دفتر اجاره کردند، ماشین خریدند، حساب مشترک باز کردند. چند ماه اول همه چیز خوب پیش رفت. سفارش‌ها زیاد شد. پول برگشت. لبخند برگشت. آرش هر شب با حساب و کتاب می‌خوابید. عددها را دوباره مرور می‌کرد. حس می‌کرد بالاخره مسیر درست را پیدا کرده. تا روزی که شریکش ناپدید شد. پول حساب مشترک خالی شد. چند چک بی پشتوانه ماند. چند تماس بی پاسخ. آرش مانده بود با بدهی. با طلبکارانی که در خانه‌اش می آمدند. با پدری که این بار چیزی نمی گفت. فقط نگاه می کرد. این شکست دوم عمیق‌تر بود. کارگاه عسل طبیعت را مقصر داشت. اما این بار اعتمادش شکست. شبها روی تخت دراز می کشید و سقف را نگاه می کرد. همان حس قدیمی برگشته بود، اما این بار با تردید. چند بار به این فکر کرد که شاید حق با مردم روستاست. شاید او برای موفقیت ساخته نشده.
در جمع کمتر حرف می‌زند، چشم در چشم کسی نمی‌انداخت. احساس می‌کرد هر نگاه سؤال است. یک شب مادرش کنارش نشست. گفت: زمین خوردن عیب نیست، همانجا ماندن عیب است. آرش گفت: اگر دوباره بیفتم چه؟ مادر گفت: این بار می‌دانی چطور افتاده‌ای. همین جمله ساده در ذهنش ماند، مثل میخی که جایش را پیدا کرده باشد. ماه‌ها گذشت، کارگری کرد، بدهی‌ها را کم کم پرداخت و بعد بار سوم بی صدا شروع کرد. نه تابلویی زد، نه شریک گرفت، نه اعلام عمومی کرد. یک وانت دست دوم خرید. شروع کرد محصولات روستا را مستقیم به شهر بردن. پنیر، گردو، عسل دیگران. اولین هفته سود ناچیز بود. مسیر طولانی بود. بنزین گران بود. چند بار بارش برگشت خورد. چند بار فروشنده ها دیر پول دادند. چند بار مجبور شد ساعتها در گرما منتظر بماند. اما این بار آرش عجله نکرد. از شکست اول یاد گرفته بود بدون پیشبینی جلو نرود. از شکست دوم یاد گرفته بود همه چیز را روی اعتماد نسازد. دفترچه کوچک داشت. هر خرج را می نوشت. هر قرارداد را دقیق ثبت می کرد. هر مغازه‌دار را قبل از کار شناخت. 3 ماه بعد یک مغازه‌دار در شهر مشتری ثابتش شد. 6 ماه بعد 2 مغازه دیگر اضافه شدند. 1 سال بعد سود کم اما پایدار داشت. یک شب وقتی دخل را بست، فهمید برای اولین بار بدون قرض کار کرده. فقط نفس عمیقی کشید. حسی شبیه آرامش داشت. آرامشی که از هیجان نمی آید. از ثبات می آید. 2 سال بعد وانت دوم را خرید. 3 سال بعد سردخانه کوچکی اجاره کرد. 4 سال بعد نامش در بازار شناخته شد. همان روستایی که روزی به او خندیده بود، حالا محصولاتش را به او میداد. اما مهمترین تغییر بیرونی نبود. درونش آرام شده بود. او دیگر دنبال جهش بزرگ نبود. دنبال رشد آرام بود. دیگر موفقیت را فریاد نمیزد. زندگیش را میساخت. روزی یکی از جوانهای روستا نزدش آمد. گفت: میخواهم کار راه بیاندازم، اما از شکست میترسم. آرش مکث کرد. چند ثانیه به زمین نگاه کرد. گفت: من 3 بار شکست خوردم. اولی غرورم را شکست. دومی ساده‌لوحی‌ام را. سومی یادم داد صبر داشته باشم. اگر اولی نبود، دومی خطرناکتر میشد. اگر دومی نبود، سومی را خراب میکردم. جوان پرسید: پس شکست بد نیست؟ آرش گفت: شکست وقتی بد است که فکر کنی تو همان شکست هستی. سالها بعد وقتی سالن بسته‌بندی خودش را افتتاح کرد، پدرش کنار در ایستاده بود. دستهای ترک خورده‌اش همان بود، اما نگاهش فرق کرده بود. گفت: این بار عجله نکردی. آرش گفت: این بار یاد گرفته بودم اگر افتادم چطور بلند شوم. موفقیت او ناگهانی نبود. روی خرابه‌های 2 رؤیای سوخته ساخته شد. اگر کارگاه عسل شکست نمی‌خورد، مدیریت هزینه را یاد نمی‌گرفت. اگر شریکش خیانت نمی‌کرد، قرارداد و اعتماد را جدی نمی‌گرفت. اگر بدهی‌ها نبود، قدر سود آرام را نمی‌دانست. بعضی پیروزی‌ها مستقیم ساخته نمی‌شوند. از دل ویرانی بیرون می‌آیند. آرش دیگر از زمین خوردن نمی‌ترسید. از ایستادن در همان نقطه می‌ترسید. زندگی همیشه با برد شروع نمی‌شود. گاهی با تحقیر شروع می‌شود. با حرف مردم، با بدهی، با تردید در آینه. اما بعضی آدم‌ها در همان نقطه تصمیم می‌گیرند شکل بازی را عوض کنند. شاید امروز تو جایی ایستاده‌ای که فکر می‌کنی تمام شده. شاید یک کارگاه سوخته پشت سرت باشد، یا شریکی که رفته، یا پولی که برنگشته. اما شاید همان شکست پیشنویس پیروزی باشد که هنوز شکل نگرفته. بعضی شکست‌ها پایان نیستند، مقدمه اند. مقدمه‌ای که اگر درست خوانده شود، تو را به جایی میرساند که بدون آن شکست هرگز نمیرسیدی.
و آرش این را با پوست و استخوان فهمید. سالها بعد وقتی کنار سالن بسته‌بندیش ایستاده بود و کامیون‌ها یکی یکی بار می‌زدند، کسی از او نپرسید چند بار زمین خورده. همه فقط نتیجه را دیدند، ساختمان را دیدند، سردخانه را دیدند، قراردادها را دیدند. هیچ کس شب‌هایی را ندید که با دفترچه حساب خالی نشسته بود. هیچ کس لرزش دستش را موقع امضای اولین قرارداد بعد از خیانت شریکش ندید. هیچ کس سکوت سنگینش را بعد از تعطیل شدن کارگاه عسل نشنید. موفقیت بخش قابل دیدن داستان است. شکست بخش سازنده آن. آرش حالا وقتی به گذشته نگاه می کند برای آن دو شکست اول حسرت نمی خورد. آنها را بخشی از مسیر می داند. پله هایی که آن زمان شبیه سقوط بودند، اما بعدتر معلوم شد ارتفاع ساختند. او فهمیده بود زندگی قرار نیست مسیر صاف بدهد. قرار است ظرفیت بسازد. اگر آن روزها همه چیز راحت پیش می رفت، شاید امروز اولین بحران واقعی او را برای همیشه متوقف می کرد. اما حالا فرق کرده بود. ریشه داشت و ریشه با طوفان نمی افتد. شاید تو هم امروز جایی ایستاده‌ای که شبیه پایان است. اما شاید فقط فصل اول ساختن تو باشد. بعضی شکست‌ها آمدند تا تو را متوقف نکنند، بلکه شکل دهند. و گاهی دقیقاً همان چیزی که فکر می‌کنی نابودت کرده، دارد تو را برای نسخه‌ای قوی‌تر از خودت آماده می‌کند.